Башта هر روز ورین ساز میشه در پشت قداقا باشته هر روز همتون یا کنی خودش معلوم کو. اینجا شهر خوجند است. امروزه صدها خطسر این راه را عبور میکنند تا مردم به منزلشان رسند. رانندگان نگرانی میکنند که از حساب چقرک‌های راه هر لحظه به وجود آمدن صدمه نقلیاتی وجود دارد. زیرا هنگام عبور چقرکی راه نقلیات به سمت مقابل میبراید و در این حالت احتمالیت سر زدن صدمه نقلیاتی به وجود میآید. محض از این حساب صدمه نقلیاتی نیز به وجود آمده است. استیشن خواهم نشان خود به قدو خون اولین سوتاس از داد میکنیم یکی ماشه دیگه ماشه همون با میشه مونده لبوی موشیم خود ضرر نمیاد ماه خدوای چسب پاسن ریمونتانده همین چه کنم که موشیم آوا ریمون کردن کرده هویه تا همین روز یکان نفر به مراجعت کردیم هیچ کی نفر کردیم خیلی همونجا کرومو یک لودام میگرد من همونجا ویسی درآمدی شهر صبح بشن خیلی حکومت خدا شهر کن نگم ببیند کن رسول رحیمبایف بیش از 20 سال این جانب رانندگی میکند. وی راننده خطسری رقم 33 است. ساکنان را از محله 34 شهر خوجند تا به سمت автовокзали کهنه و حدود یاوه ناحیه باباجان غفورов میبرد. وی میگوید چقرک‌های راه باعث نابود شدن حالت تکنیکی نقلیاتش میگردد که این برای فعالیتش مشکلی ایجاد مینماید. نه تنها این راننده بلکه بیشتری راننده ها از جای داشتن چقرک و یا خود قداق در راه نگرانی دارند. قدوقای رو خواهم میرسانم و اکثریت روان آغازو هم جان داره کم کرد بولی مستند های وقتش به اصل بیابر تکنیکی موینه تکنیکی میگذاریم جانده در روز نامور میگود که اون بسپریم در همین حال از کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند اطلاع میدهند که دوم هفته روان تعمیر جوری این راه به اجرا رسانده می شود. زیرا بجز از گروه خبرنگاران ساکنان نیز از چقرک‌های راه به مسئولین شکایت کرده بودند. حالا برای از تعمیر جوری برآوردن چقرک این راه که در پایان میکروناحیه 34 تولدخانه شهر خوجند و بیمارخانه کلینیکی ولایت سوغد جایگیر است مسئولین آمادگی می‌بینند. در حقیقت همین راه بسیار در حالتی فرسوده استفاده برده شده است. البته مسئله همین مبلغ گذاریش حل خود را یابد تعمیر کرده می شود. این معلومات های ما با بازرسی دولتی اتومبیلی ولایتی هم معلومات دادیم. همه معلومات دارن البته همونجا مراجعت ممکن هم مراجعت کرده باشند. لکن ما با همین مبلغ اگر حل میشد و مبلغ جدا میشد هم کارهای تعمیری جاری همین راه رو ما البته حل میکنیم. مسئولین کارخانه استفاده بری راههای شهر خوجند اطلاع میدهند که از روی نقشه دوم سال روان میبایست 11 کیلومتر راهها را تعمیری جاری نمایند، اما 17 کیلومتر راهها را مسئولین از تعمیری جاری برآوردند که آن از نقشه تصدیق شده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند زیاد میباشد. ولی نابسته به این از روی مراجعه‌های ساکنان اجرایش تعمیری جاری در کارگاه گذرانده میشود. اجرایش کارها غیر نقشه‌ای میشود در اساس درخواست و خواهش و درخواست مراجعه‌های شهروندان. مراجعه‌های شهروندان البته ما دستگیری میکنیم، لکن همین گذراندن کارهای تعمیری راههای حدود محله‌های میکروناحیه‌ها با دستگیری صاحبکاران، سخاوتمندان، اهالی محلی و مقامات اجرا حکومت دولتی شهر خوجند برآمده شده است. در وقتی مراجعتی همین شهروندان استقامت کنندگان محله ها یا میکروناحیه ها در وقت حل خود را یافتن مسئله مبلغ گذاری مقصد با دستگیری صاحبکاران و سخاوتمندان اینچنین راههای داخلی محله های و میکروناحیه شهر نیز از طرف ما تعمیر کرده می شود، منفرش کرده می شود. در توازن مؤسسه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند 164.9 کیلومتر راهها، 318,000 متر راه پیاده‌گر، جویبارها و 2 کپروک مرکزی به ذمه این اداره قرار دارد. همه ساله راههای مذکور از تعمیر جوری برآورده می شود تا صفت خدمت رسانی بهتر کرده شود. در این ردیف تعمیر جوری چقرک‌های راههای پایانی تولدخانه شهر خوجند نیز جایگیر است که احتمالیتی تا آخر هفته منفرش شدنش وجود دارد. این موضوع را پیگیری میکنیم. گزارش مفنش کرو نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.